سلام دوستان عزیز، روزتون بخیر. امیدوارم که همگی خوب باشین و تا اینجا هفته خوب تریدری داشته بودین. در این ویدیو میخوام چون یه مقدار توضیح دادنش احساس کردم ممکنه با نوشتن سخت باشه، ترجیح دادم براش ویدیو درست کنم. در اینجا میخوایم در مورد ولیوم یه مقدار صحبت بکنیم و در بخش بعدی هم یک مقدار در مورد ایچیموکو و ربطش به ولیوم رو در واقع میخوایم بسنجیم. یکی از چیزهایی که اگر دقت کرده باشید توی تمرینات من خیلی روش تاکید داشتم خود ولیوم بودش. معذرت میخوام. توی مدرسه آیتیتی وقتی مطالب رو میخونید یا پترن یا بریک اوت ها و اینجور چیزها، در واقع مثال هایی زده بودیم که از طریق ولیوم هم شما میتونید استفاده کنید و در واقع نوع بریک اوت رو متوجه بشید و یا مسائل دیگه که به هر حال در مطالب وجود داره. یه مقدار میخوایم حالا در مورد این ولیوم بیشتر صحبت بکنیم و حالا من سعی کردم از خود FXCM استفاده کنم و در واقع این اطلاعاتی که در مورد ولیوم به در واقع کاربرها میدن و کسانی که اکانت لایو دارن میتونن از این استفاده کنن و در اندیکیتور هایی که خوشبختانه درست کردن و روی چارت هم میتونه سوار بشه و اطلاعات خیلی خوبی به شماها بده. اینجا در واقع ما نوع ولیومی رو که داریم در واقع داره به روی ولیوم آن پرایس رو در واقع به نوعی داره نشون میده. اینها در واقع وقتی که ما بهشون نگاه میکنیم، اولین چیزی که برای ما معنی داره میبینیم خب به عنوان یه تریدر میبینیم که رنگ های قرمز، حالا بخوام اینجوری بگم، با رنگ های سبز در واقع برتری دارن و در واقع این همون مسئله خریدارهای قدرت فروشنده ها هستش که ما در اینجا میبینیم که در واقع قدرت فروشنده ها که قرمز ها هستن نسبت به خریدارها قدرت بسیار بالاتری داشته و در واقع اینها به این صورت عمل میکردن که من اینجا رو مارک بزنم، اجازه بدین. اوکی. در اینجا میدونستیم که یعنی خریدارها دارای پتانسیل بیشتری هستن نسبت به فروشنده ها. اگه بخوایم به رنگ سبز در نظر بگیریم، رنگ نارنجی اینجا بیشتر مال نت ولیوم هستش، همونجوری که در واقع اینجا گفته میشه که نت ولیوم در واقع همون میانگین یا اوریج تقریبا میتونیم بگیم بایوسل هست که اکسیکیوت شده، که در اینجا میبینیم ولیوم خیلی بالا بوده. اگر مجموعه بخوایم با خریدارها و سلرها رو در نظر بگیریم، اینجا جاهایی بوده که داره قدرت خوبی بوده و ما در ولیوم میایم و اینها رو به عنوان ساپورت یا رسیستنس های آینده در نظر میگیریم. یعنی اگر من بیام و به عنوان مثال این خط رو امتداد بدم، اوکی، اینجا میشه اون ساپورت و رسیستنسی که در واقع بیشتر تریدرها میان و بهش توجه میکنن. اگر دقت هم بکنید میبینید که حالا اینجا دیگه ترید روند بهش برنگشته، ولی اینها در واقع چیزهایی بوده که میشه گفت تقریبا ترید ها بهشون عکس العمل نشون میدن در آینده. این صحبتی هست که ما میگیم نوسانات گذشته بازار میاد و روی آینده بازار در واقع تاثیر میذاره. همون صحبت قدیمی که داشتیم و این که میگفتیم همیشه گذشته است که در این چارت آینده رو درست میکنه. و وقتی که تریدرها به این بخش برمیگردن، یعنی زمانی که به عنوان مثال این ولیوم ایجاد شده بوده در چندین ماه قبل، ولی وقتی که روند باز هم به این سطوح برمیگرده چون که در گذشته، حالا مثلا در حتی سال قبل یا حتی میتونه در چندین ماه قبل این ولیوم بالا وجود داشته، این میاد و به تریدرها ساپورت و رسیستنس میده. این ولیوم ها در پرایس اکشن شما به صورت های و لو، یعنی کندل هایی میبینید که به صورت های و لو در واقع شکل میگیرن و شما میاد از پرایس اکشن استفاده میکنید و به عنوان مثال اینها رو به عنوان ساپورت یا رسیستنس قرارشون میدید. اینجا میشه جاهایی که ما صحبت میکنیم میگیم که باید پتانسیل اصلی بریک اوت ها صورت بگیره. یعنی اینجا یکی از چیزهایی هست که ما میگیم در واقع تریدرها باید در نظر داشته باشن که مثلا اگر روند رفت و این رو تبدیل به ساپورت و رسیستنس کرد، تا سطح بعدی در واقع حرکت میکنه که وقتی ساپورت به رسیستنس تبدیل میشه، ما میدونیم محدوده بعدی که داشتیم در واقع اینجا بوده، پس اینجا میشه در واقع اون ساپورتی که ما میتونیم بهش تمرکز بکنیم. همینطور اینجا
و حالا مثلا اینجا مقدار ولیوم رو دیگه نداشتیم، شاید بیشتر از این هم بوده، ولی اگه بخوایم خود این رو در نظر بگیریم میشه ولیوم بعد. این میشه همون مسئله هیجانات، نوسانات یا در واقع اتفاقات زیادی که توی چارت میفته و ما همیشه درش صحبت میکنیم و میگیم که به عنوان مثال چه تاثیراتی میتونه روی ارزهای مختلف در واقع داشته باشه. اگر مثلا یه مثال دیگر رو بخوایم که خیلی خوب هست برای USD ین در نظر بگیریم، میبینید که اینجا مقدار فروشنده ها خیلی بیشتر بوده، درسته؟ ولی وقتی که ما در واقع میایم ولیوم رو به عنوان مثال اگه بخوایم به عنوان ساپورت یا رسیستنس در نظر بگیریم، دوباره واکنش های این سطح رو کاملا داریم در واقع میبینیم که چه اتفاقاتی در براش میفته. اینجا فروشنده رو اگه در نظر بگیریم، خریدارها معذرت میخوام، میبینید که در واقع اینجا میشده یه ساپورت خیلی قوی، چون خریدارها هم در واقع ساپورت های خیلی زیادی داشتن و اینجا هم یه سطح خیلی قوی هست برای خریدارها که میتونه به عنوان ساپورت یا رسیستنس های آینده در واقع مشخص بشن. اینها مثل حالا همینجا حتی اگه بخوایم در نظر بگیریم که این ولیومی بوده که ما در اینجا داشتیم. این و خود ولیوم نت رو در واقع میخواستم این هم در نظر بگیریم که اینجا میبینیم، ببینید واکنش های نت در اینجا خیلی زیادتر بوده، به خصوص اینجا. حالا اگه بخوایم خود زرد رنگ رو در نظر بگیریم، میبینیم که اینجا هم یه ساپورت خیلی خوب به ما داده و وقتی نگاهش میکنید شما واکنش روند رو به این رسیستنس در واقع در آینده میبینید و بریک اوتی که بعدم انجام میده و در واقع روند حالت صعودی میگیره. این دقیقاً این صحبتی هست که ما میگیم ساپورت و رسیستنس های اصلی. ساپورت و رسیستنس اصلی اگه بخوایم دوباره یه نگاه ذاتی به مسئله داشته باشیم، میشه همون جاهایی که در واقع تریدرها تصمیماتی گرفتن که روند یا کانتینیوشن داشته یا روند برگشته اصلی داشته و بر اساس پرایس اکشن در واقع اینو میان و به صورت یک های و لو در واقع دیده میشن. یعنی اگه بخوایم یه مثال هم در اینجا بزنیم، میتونیم بگیم که مثلا اینجاها میشه همون، اگه رنگ دیگه براش انتخاب کنم، میشه همون های و لوهایی که ما براش در نظر میگیریم. حالا اگر به ولیوم ها نگاه بکنید، میبینید که در واقع اینجا ما ولیوم هایی داشتیم که اومده و نشون میده که چقدر این سطح در آینده میتونه برای ما دارای اهمیت باشه. پس من حالا میدونم که اینجا میشه یک سطح رسیستنس خیلی خوب برای آینده من که این یورو USD هستش، بله، که بخواد واکنش بهش نشون بده و به عنوان مثال تصمیماتی رو بخواد در آینده در واقع بگیره. معذرت میخوام. یه نکته دیگه که هستش، این تمام ترید اندیکیتورهای ولیومی هست که FXCM ارائه میده که هر کدومش شما بخواید میتونید استفاده کنید، هیچ مشکلی نداره. یکی ترانزکشن هستش، ریل ولیوم، حجم مجموع در واقع اتفاقات یا کل چیزهایی که داره در واقع برای FXCM البته فقط هست. معذرت میخوام که یوزولی ببخشید که معمولا شما با بروکرتون کار دارین، چون بروکر نسبت به لیکویدیتی که میگیره میتونه ولیوم متفاوتی به شما ارائه بده و ما وقتی که به اینجا نگاه میکنیم در واقع ترانزکشن ها میبینیم. ترانزکشن ها چه بابت میتونه مهم باشه که بخوایم متوجه بشیم چقدر مبادلات داره انجام میشه. یعنی مثل همون حالت مارکت دپت مثلا پلتفرم های دیگه تا حدودی میتونیم بگیم هستش که میگه در واقع مقدار ترانزکشن هایی که داره روی مثلا FXCM انجام میشه چه مقدار هست. ریل ولیوم در واقع اون مقدار میتونیم بگیم ولیومی که وجود داره در کل ارزی که الان توی FXCM داره ترید میشه، که در واقع این رو هم بخوایم به نوعی بسنجیم که بدونیم مثلا ببخشید که مثلا در اینجا یورو اگه بخوایم بسنجیم میدونیم الان ولیوم نسبتاً بهتری داشته و این ولیوم های سنگینی که به عنوان مثال در ریل ولیوم اتفاق میفته که وقتی اینها اتفاق میفته اگه دقت بکنید، حالا یکم این بذار من این خط مستقیمش کنم، آره، که دقت بکنید بعد از این ولیوم ها همیشه ما یه واکنش های خیلی در واقع سریع توی مارکت داریم و در واقع اتفاقاتی که میبینید بعد یا قبل از این ببخشید بعد یا همزمان با این ولیوم ها در واقع میفته. یکی از چیزهایی که به نظر من میتونید به تنهایی ازش استفاده کنید توی FXCM این آخری هستش، چون که این دایرکشنال ریل ولیوم هست
که میاد مقدار خریدارها، سلرها و مجموع نتورک رو به شما میده. یعنی یه چیز شبیه همونی که ما در واقع توی اینجا داشتیم میدیدیم، یه چیز تقریبا میشه گفت کاملا شبیه این هستش. و در واقع این کاری که برای شما انجام میده اینه که این خطای سفید در واقع توتال مجموع کل ولیوم های موجود هستش و قرمزها در واقع همونطور که اینجا میبینید سلرها هستن، خریدارها. یعنی الان سلرها ببینید منفی 70 و حالا فکر کنم 2 میلیونه و خریدارها 59 میلیون. پس در مجموع میتونیم بگیم همچنان فروشنده ها الان دارن ترید های بیشتری انجام میدن نسبت به خریدارها. ولی وقتی به توتال نگاه میکنیم این توتال میشه دوباره برای ما یک نقطه‌ای که میتونه قابل اهمیت باشه، چون که این توتال در واقع مقدار حجم ولیوم و اون مسئله ساپورت و رسیستنس رو برای ما مشخص میکنه. این نکته خیلی مهم هست که باید در نظر بگیریم. اگه بخوایم یه نگاه حالا دوباره داشته باشیم، این دوباره مربوط به خود FXCM هست، همون مسئله ایندیکیتوری که الان شما روی چارت میدیدید، ترانزکشن و ریل ولیوم. خود FXCM هم اینها رو اومده به نوعی توضیح میده که در واقع میگه جاهایی که در واقع ولیوم های بالا داریم، در واقع مشاهده میکنید که اینها به عنوان نقاط، حالا تو این سطح به عنوان نقاط ساپورت یا رسیستنس آینده حساب میشه و ولیوم به حالت رسیده که به حالت اشباع رسیده. یعنی اینکه در اینو اگه بخوام اینجوری معنیش بکنیم، وقتی که ما داریم مثل همون حالت که توی چارت داشتیم، وقتی ولیوم های بالایی داره شکل میگیره و داریم به این حالت ها میرسیم، حالا مثل اینجا که خودش مارک زده، ما میدونیم اینجا به حالت اشباع. چرا؟ برای اینکه مقدار ولیوم از اون چیزی که هست نمیتونه بالاتر بره. یعنی اگه ما حجم مثلا ولیوم رو در نظر بگیریم که الان چندین میلیون مثلا الان وارد شده، این البته اینجا میتونید عدد رو ببینید که تقریبا مصادف 2.5 میلیون هست و تا 5 میلیون. اگه تا 5 میلیون دیگه در واقع مقدار ولیوم خیلی خیلی بالایی هست که ما میتونیم از اینجا متوجه بشیم که به یک سطحی رسیدیم که الان گروه مخالف میتونن وارد بشن و در واقع ترید رو به نوعی بشکنن. و این نوع استفاده هست که ولیوم میتونه به شما بده. و اینجا یه مثال دیگه هست در مورد بریک اوت که در مسائل در موردش صحبت کرده بودیم. همونطور که میبینید اینجا مجموعه ولیوم هایی بوده که میون و این سطح های ساپورت و در این حالت چارت رسیستنس رو معذرت میخوام ایجاد کردن، حتی اگر ما بخوایم در نظرش بگیریم. معذرت میخوام. و این در واقع وقتی که ولیوم ریل ولیوم در واقع وقتی که به حد 50,000 رسیده، بریک اوت USDN از این سطح انجام شده. این ولیوم اینجا میتونه به من تاییدیه‌ای بده که در واقع USDN میخواد به حالت صعودی خودش ادامه بده و در واقع میاد و بریک اوت رو به نوعی برای من تایید میکنه. من حالا اگه بخوام این رو در واقع بسنجم با ایچیموکو، در واقع اگه بخوایم اینو به این صورت نگاه بکنیم، منظور ما چرا میگیم کومو میاد و در واقع این سطوح گذشته بازار رو میاد خیلی خوب برامون نشون میده، در واقع میتونیم بگیم منظور ما کاملا همین هستش. همین ولیوم ها، یعنی اتفاقاتی که به عنوان مثال میاد در اینجا میفته، کومو میاد و اونها رو در آینده برای ما رسم میکنه. اوکی، که من متوجه بشم که اینجا ساپورت و رسیستنس هایی هستش که تریدرها نوسانات زیادی داشتن و کارهای زیادی داشتن توی در واقع، یعنی ببخشید پوزیشن های و ترانزکشن های زیادی بوده که در واقع توی اون زمان داشته اتفاق میفته. و کومو وقتی که ما میگیم هرچی گنده تر یا همون مسئله توپلتر هست در واقع برای ما شکل میگیره، میدونیم که قدرتی که اتفاقاتی که در گذشته افتاده در واقع برای ما میاد نتیجه بهتری رو میده. حالا خیلی از شما ممکنه سوال کنید، بگید خب به عنوان مثال مثلا حالا من اینجا رو مثلا تا حدودی مثال میزنم. خب مثلا پیش خودتون میگه خب من اینجا تقریبا میشه گفت توتال ولیوم در واقع بالایی داشتم. اوکی، پس این سطح رو اگه بخوام در نظر بگیرم به عنوان مثال، میگم ساپورت و در واقع رسیستنس من در اینجا شکل میگیره. خب کومو داره در واقع به من چه چیزی رو نشون میده؟ یعنی کومو من داره در کاملا سطوح بالاتر شکل میگیره و در واقع داره
به من میخواد چیزی رو در اون حالت آینده، یعنی به عنوان اگه من بخوام این رو به عنوان یه ساپورت در نظر بگیرم، کومو حالا با سطوحی که داره حرکت میکنه بخواد اونجا رو برای من در نظر بگیره، هنوز چیز خاصی برای من نشون داده نمیشه. در صورتی که کاری که ایچیموکو میکنه به نظر من از خود این حالتهای ساپورت یا رسیستنسی که ما بخوایم در نظر بگیریم خیلی مهمتر هست. علتش چیه؟ ببینید خیلی از این ولیوم‌ها وقتی اتفاق میفته، مثل اینجا که خیلی شدید بود اگه دقت بکنید میبینید که در واقع حجمی رو وجود میاره که نه حالت بریک هست، نه حالتهایی هستش که ما بخوایم روند رو در واقع تشخیص بدیم. کومو میاد در واقع وقتی که صحبت میکردیم میگفتیم فیلترینگ پرایس اکشن برای ما انجام میشه. در واقع صحبت ما دقیقا همین هست که کومو میاد و بهترین نوع کلکولیشن رو انجام میده که بخواد بهترین سطح ساپورت یا رسیستنس رو در آینده نسبت به اون نوسانات بازار برای ما نشون بده. یعنی اگر دقت بکنید اینجا کومو میاد و در واقع سه حالت ساپورت و رسیستنس برای ما مشخص میکنه که روند میاد و کاملا به اینها واکنش نشون میده و حتی خود کومویی که در آینده داره رسم میشه. در این حالت هم دقیقا همین هست، یعنی بر اساس این واکنشاتی که در واقع در اینجا وجود داشته، اوکی، کومو میاد و در واقع ببینید سطوح ساپورت و رسیستنس رو خیلی قشنگ برای ما رسم میکنه نسبت به اون اتفاقاتی که در گذشته بازار وجود داشته و ما خیلی راحت میتونیم متوجه بشیم که بریک اوت در زیر این در واقع اون ذات اصلی بریک اوت هست که برای ما اتفاق میفته و در واقع ما میتونیم کانتینیوشن ها رو به این صورت از طریق ایچیموکو خیلی بهتر متوجه بشیم. این اون مسئله هست که ما همیشه بهش صحبت میکنیم و میگیم که به ذات ایچیموکو دقت کنید و در واقع چرا میگیم های و لوهای کوموها در واقع برای ما خیلی مهم هست. حالا خیلی ممکنه بگن که مثلا پرایس اکشن هم خود کندل ها میشه ازش استفاده کرد، هیچ اشکالی نداره، یعنی از خود پرایس اکشن هم میشه استفاده کرد جایی که ما بخوایم اینها رو در نظر بگیریم. یعنی من اگه بیام مثلا این ولیوم رو در نظر بگیرم، خب میبینید که اینجا بوده، اوکی. حالا اگه من بخوام مثال رو کامل ترش بکنم، حالا صحبتی که میشه به در واقع رسیستنس کومو توجه کنید، یعنی به رسیستنسی که کومو آیا به این های نزدیک تر هست یا به این های. یعنی ما وقتی که در واقع میایم و مقدار ولیوم ها رو هم به نوعی در نظر میگیریم، اون ساپورت و رسیستنسی که کومو میاد در شرایط برای ما ایجاد میکنه داره دقت و قدرت بیشتری هستش اگه بخوایم اینطوری در نظرش بگیریم. یعنی من اگه بخوام همون برگردم و دوباره این کومو رو هم به عنوان رسیستنس در نظر بگیرم، ساپورت، میبینم که واقعا اینجا داره یه قدرت خیلی خیلی زیادی هستش و همونطور که میبینین روند نتونسته این ساپورت رو هنوز بشکنه و ازش عبور بکنه. پس نوع دیگه اگه من بخوام به دوباره یه مثال بیام نزدیکتر بزنیم، اینجا من یه ببخشید در واقع یک دوباره های ولیوم داشتم، اوکی. حالا میتونم بقیه ایندیکیتور هم فعال بکنم همونجوری که براتون توضیح دادم. البته این ولیوم هم در واقع میشه گفت نوعی خوب هستش، اینجا هم ما واکنش های زیادی داشتیم. ولی اگه بخوام در واقع خود این رو در نظر بگیرم که ما به این سطح میایم، میگیم که اینجا میاد و یه سطح خیلی قدرتمند رو برای ما ایجاد میکنه. ولی زمانی که میام و رسیستنس کومو رو رسم میکنم، میبینم که من شرایط تریدری خیلی بهتری دارم برای اینکه بخوام بسنجم که در واقع شرایط ساپورت یا رسیستنس من به چه صورتی هستش. این کاریه که کومو برای ما همیشه میگیم وقتی که نوسانات فیلتر شده گذشته بازار رو میاد به ما نشون میده و چرا ساپورت و رسیستنس های کومو به نوعی میتونن برای ما خیلی مهم باشن، دقیقاً همین هستش. و امیدوارم این مطلب تا براتون معذرت میخوام کامل شده باشه و متوجه این در واقع استفاده از این نوع در واقع ایندیکیتورها و حالا هر ابزار دیگه که دارید بشید. حالا ما اگه بخوایم دوباره ایندیکیتور ریل ولیوم رو هم در واقع بذاریم که این مقدار دیده میتونیم بگیم راحت تری نسبت به این به شما میده، شما میتونید حالا هر کدوم رو که فکر میکنید راحت هستید ازش استفاده بکنید. یعنی اینجا ما جاهایی بوده که همون طبق اینجوری این خوبیش اینه که مقدار خریدارها و فروشندارا و توتال نت رو در واقع میاد به شما نشون میده و درک بهتری میده که الان کدوم دسته قدرت بیشتری دارن و ولیوم بالاتری رو وارد مارکت کردن برای ترید کردن.
و اینجا در واقع جایی هست که دوباره اگه بخوایم بسنجیم، اوکی، یعنی میبینید که همون هایی که ما در موردش صحبت میکنیم، هایی که برای ما ایجاد میشه، حالت اشباع میرسیم و اینا میتونه نکات خیلی خیلی مناسب و خوبی باشه برای اینکه در جاهای بعد، چون خیلی اصلا مثلا اینو میبینن و میگن خب من یه بای بزنم مثلا تا رسیستنس بعدی حرکت بکنم. ولی اگر همچین ابزار کمکی داشته باشید خیلی قشنگ میتونه به شما بگه که اینجا ولیوم اشباع هست، بهتره وارد نشید یا نقطه دیگه رو برای ورود در واقع برای خودتون تعیین بکنید. این صحبتی هست که ما در مورد ولیوم میخواستم با شما داشته باشم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و بتونید ازش استفاده کنید. مرسی از همتون، تا بعد، خدا نگهدار.